هممون دوست داریم که حداقل برای یک بار به خارج از کشور برای تفریح و استراحت به اونجا سفر کنیم، ولی نمیدونیم کجا. امروز قراره که 10 تا از کشورهایی رو ببینیم که بیشترین مسافر رو به خودشون جذب کردن. پس حتما تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید. خوش اومدید به یک ویدیو جدید و خفن دیگه از چنل مگاتون. آقا امروز همونطوری از اول ویدیو فهمیدید قراره که بریم 10 تا از خفن ترین کشورهایی که میتونیم برای سفر کردن اونجا انتخاب کنیم رو با هم دیگه ببینیم و بهش ریاکت بدیم و بگیم که آیا خوب هستن این کشورها از نظر خودمون یا نه. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. اگه چنل رو ساب نکردین حتما ساب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، زنگوله بغلم بذارید روی آن که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده و بیاین ویدیوی من رو ببینید. دیگه وقت رو نمیگیرم، بزن بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها ویدیو رو الان ما پلی میکنیم و بریم سراغ 10 تا کشورمون و ببینیم که این کشورها چه هستن. کشور شماره یک کنم شهر بهاماس که شماره یک این هستش. حالا بکنم برعکس داره میگه چه سریعه. 2 سنگاپور داخل کشور، یعنی پایتخت رو اکثرا داره میگه یا شهرهای داخل کشور. سنگاپور پایتخت نه شما بگید حتما داخل کامنت ها شماره 3 هنگ کنگ، کشور هنگ کنگ کلن که برجای خفنی داره داخلش و خیلی خوبه، دقیقا مثل امارات میمونه. دبی شماره 4 مکزیک، این هم کشور بود، بعضیشون کشور بعضیشون شهر و پایتخت. و سنگاپور رو آخرتر فکر کنم واسه اندونزی بود فکر کنم. حالا شما دقیقش رو بگیم، اگه اشتباه میگفتم دقیقا توی این ویدیو میارم براتون که اسم پایتخت کدوم کشوره. 5 ایالات یا اسپاز، همون امارات یا دبی. حالا اینجا نمیشه امارات، ایالات عربی امارات نوشته. و میبینید واقعا دبی یکی از بهترین شهرهای جهان هستش که اکثرا همه اونجا سفر میکنن و برای ما ایرانی ها هم خیلی خوب هستش، ولی باید درآمدش رو داشته باشید که بدونیم اونجا سفر کنی. برج خیلی خفنی هم داره که یکی از معروف تریناش برج خلیفه هستش که خیلی خوبه. شماره 6 اندونزی آره فکر کنم اندونزی دیگه، اندونزی که هستش، ولی اگه اندونزیه پس سنگاپور پایتخت کجاست؟ سنگاپور خودش کشوره یا سنگاپور فکر کنم خودش کشوره. آره سنگاپور خودش کشوره. شماره 7 جامائیکا آره فکر کنم اشتباه نکنم جامائیکا. بیشتر اینجا دریا داره و جای ساحلی طوره. و ندرلند یا همون هلند که شماره 8 هلند هستش که تو اروپا هستش. حالا شهر اروپا بیشتر تاریخی طور هستن و بیشتر شهرهایی که توی آسیا و آمریکای جنوبی و شمالی هستن خفن ترن. اروپا بیشتر برای جای تاریخی و مثلا برج ایفل داخل فرانسه و مثلا دیوار کج لندن اگه اشتباه نکنم. حالا شماره 9 برمودا که اونم یه جزیره طور یا یک مثلث برمودا. چی؟ ربط داره مثلث برمودا؟ اگه ربط داره حتما داخل کامنت بنویسید که اگه ربط داره من بدونم. شماره 9 هم برمودا بودش که شهری هست که کنار دریا و ساحل قرار داره. شماره 10
موناکو، بیام روسیه، داخل روسیه، پایتخت روسیه، که جام جهانی 2018 داخل موناکو برگزار شد که از نظر من یکی از کشورهایی بود که خفن تونست جام جهانی رو برگزار کنه و دوری هم که از تصویر میتونیم ببینیم اینه که خیلی خفنه شهرش و این هم بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. ما کلیپ رو استوب کنیم و بهتون بگیم اینکه اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما بمونه معطلی این ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، اگه زنگوله هم نزدین حتما بزنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که آقا مگاتون تو چنل مگاتون یک ویدیو آپلود شده و به شما خبر میده و میان ویدیو من رو میبینین. دیگه وقت رو نمیگیرم. بدرود. Some places on this list, don't you think?